سلام علیکم دوستان هواداری کانال ام خوجه، خوش آمدید بر کانال ما خیلی خرسند هستیم که شما همین کانال ما رو پیگیری میکنید. چه کومر رکلام میکنید، چه سبزی و چه گاو و مساله، خلاصه شما در بر ما هستید. من از شما خیلی شاد و منتدار هستم که ما رو نگاه میکنید. بار دیگر اومده ما با مغازه ارزان، مغازه لباس مردانه و این در این مغازه لباس و پای افزال های کودکانه هم بوده است. اما برای ما اینجا در کار است که چون موسم تیرماه شده است، بعد از تابستان تیرماه میگن، تیرماه زرین. حالا که ببینید که درخت‌ها هم رنگاشون کم کم زرد شده است، موسم پخته و دیگه خلاصه همه غن چین حاصلات. من لباس های تیرماهی اومده است در مغازه ارزان. اینا محض به خاطر شما گفته هستم که تا اینکه شما نیز خبردار شده. اوه دوستان عزیزم، ساعت کاری از 8 ساعت تا 12 و از 1 تا 22 بگاهی دوستان رقم تلفنشون زنگشون میزنید. خلاصه هست در اینجا رقم ها. برای شما یک در این مغازه یک ابزار میکنیم که ببینیم چی ها آوردن برای موسم تیرماه. السلام علیکم دوستان عزیز ما. مغازه ارزان که فیلیال مغازه های ارزان شهر است، خودش همینجا نمایان کرده است. مخصوص ما با من موسم تیرماه راست یا خودم چند روز با سپارتفیکه میپوشم. اینجا یک کون سپارتفیکه آوردن، عالم سپارتفیکه ها کدام ندانی حرکت کن بیا همین مغازه ارزان چیزاش هم خدا خواهد ارزان میشه. با از نام کانال ما بیاید اگر شاید کمتون برای شما سکیت کار شود. من خیلی مدل های سپارتفیکه های تیرماهی اومده است که خیلی در زمستان ما هم خانه که نیست میشود که اینا رو استفاده کرد. فوتبالکو و کراسوف که یا خلاصه همه چی منه. بیاید دوستان عزیز ما ببینید وی باره ولی یگان چه بعد نرخوش برای شما بیان میکنم که شاید شما قیاس کنید که فلان سپارتفیکه در فلان جا فلان خیلی گفته. اینجا فوتبالکو هست، این بالا بوتون سپارتفیکه اومده و اینچه یعنی کپیشان کار هم بوده است. شکمشان کسته شای کپیشانش فرمش گوچی. نرخش باشد 150 سومون. در دیگر رو اگر دیده باشه حتما نرخ رو شیمه جنسی تیرماه زمستانه تیرماه نگویم تیرماه نه اونقدر وزمین خوب هستند دوستان. همه استحصال اکثر بارها از ترکیه میاد. اینا همش مخصوص برای تاجیکستان ما آماده کرده دوستان. شیمه ها باشن نرخاشون جنسات یا اکو 140 سومون. با در دیگه جا قیاس کنید. من بالا هم بوتون همه ردای بالا همش چیزای تیرماه. نه این نامش چی بود؟ تلستافکو بود چی بود؟ سویتر 100 سومانه. من ببینید تورецکی من چند رد سویتر کشه من نمودش همش این چند نمود رنگ است. وی بار خلاصه هسته. من کپکم پر یگان سپارتفیکه میکنید میپوشید دوستان کپکا را. من ایناش بابا خیام مخصوص برای شما آوردگی هستم. بیاید شما 24 تا آستین دراز میپوشید. اینا همش آستین دار. اکسیای تابستانشان حالی هم دوام کرده است. این فوتبالکو گویم همش 50 سومونی. خلداک بالا بوتر همه در دونش هسته 50 سومون. و اینجا تورецکی هم های پخته تازه. دوستان عزیزم اینجا نسکی و ترسی و نمیدونم آوردگی هم خلاصه بیاید گپ به درازه هم نمیکنیم. این سپارتفیکه خوشروگیش دیدید 250 سومون ایمانه. یا خودش دوستان یا خودش 250 سومون. خیلی صفتش عالی است دوستان. من ببینید سبوکک با کپیشانش هم بوده است. این سپارتفیکه چند سوم؟ 300 سوم با پرش. پرش خطی 300 سوم. شیمش سیاه و سبز. خلاصه تعریف میارزد دوستو. بیایید
خدا خواهد به نصیب نمیبره دیگه. اون خیلی سکیتکار میشه دیگه برای شما. اینا لباس های تابستانه خیلی در تیر ماه ما مثل تابستان وارد است. هنوز خیلی هوا گرم شده است. باور کنید اینا میشه در گویم تیر ماه هم پوشید. کس میکروشون برکت خداوند. چی میگه امو؟ بیه دوستو بی خبر نمیده. مخصوص رکلام برای خاطر همین لباس های تیرماهینه است و سپارتیفکا گویم سویتر شیم های تیرماهی همین چیزو بیاید قرار دارد دکان ما در منطقه یکم وتروفکا نگفته من نه که درباره وتروفکا او 10 نمود وتروفکا یا خیلی همه وتروفکا میگویی که انا کونش اینجا بوده من دوست 10 راسویتکا من سیاه و بور و کبود و او کپشاندار و بی کپشاندار نرخش میگویید نرخش 160 سوم من فیلم میبینه شما این واپشه نومش دیگه چند تا راسویتکا بوده است و میتونید به زیر آماده گویم خریداری کنید سبک کدوم شما معقوله دوستم کبوتشه میپوشه یا که بورشه ها خلاصه همین دوستو بیایید درهاش از 8 تا 10 شبک شدگه با کدومت همین چیز سراغ میکردی باشه نگاه چه صفتش شروعه مکسیم سبک دیگه نموداش هم بوده من توفلی بیاید دوستو ما شما رو انتظار هستیم خدا یار و مددگار شما در کسب کارو برکات الهیم همیشه شما با سر لباس های تازه و آزاده دایم شما رو در خوشه بینیم خرسند شویم. دعا میکنم مخصوص دعا برای لباس پوشان است کسانی که پوشیده ایستاده باشه در همین دکان همین سپارتیفکا دعا است که میگه که البس جدیدن عیش حمیدن موت شهیدن. این دو بعد کدامت باشد خدا خدمت دعا کردم در حق خودتون کدامت خریدی دعای من در حق تو خدا خد استجابت میشد انشالله. خدا یار و مددگار. من کلینتا و مسادیان وقتی سیام کنم برای دوستو خدا یار و مددگار.